ما از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضادم رایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. پروردگار عالم فتنه های مختلف در لباس مسلمان پیدا شده است، میخوان دین ما مذهب ما را از بین ببره. خدای آنانی که میکوشن اگر لیاقت هدایت دارن هدایت برشان بکن، اگر استحقاق هدایت نیستن خدای به فضل و مرحمت خود هلاک و تباهیشان بگردان. خب قسمت دیگر را با هم شنیدیم. بنده نیز به دعایشون آمین میگم، چرا که همیشه در تاریخ اسلام گروه‌های به نام‌های مختلف و در لباس مسلمانیت پیدا شده که ظاهراً شور و شوکتی هم با هم داشتن، با خود داشتن، مدت زیادی هم در عرصه زندگی بودن، ولی چون که برحق نبودن بعداً نابود شدن و از بین کلن رفتن. این چیزی هستش که عادی هست. خوارج بودن، مرجعه بوده، قدریه بوده، جبریه بوده و دیگر گروه ها. اما قبل از رسیدن به قسمت شبهاتی که این بزرگوار در مورد جماعت تبلیغ ایراد می‌فرمایند، مناسب دانستم که هویت واقعی این سخنران محترم قندوزی را من به شما بکنم که این بزرگ کی هستند، از کدوم گروه هستند و تابع چه عقایدی هستند. این بزرگوار از بزرگان صیفیه هست، گروه تصوف صیفیه. نام پیر بزرگشون سیف الرحمن صاحب هست، از دنیا تشریف بردن، معروف به پیر ارچی. قبلا در افغانستان بودن و بعدا بنابر مزاحمتی که دولت طالبان برای این بزرگوار داشتن از اونجا کوچ میکنن و به پیشاور پاکستان تشریف بردن و نهایتاً در همونجا از دنیا رفتن. و ظاهراً، البته کاملا واضح نبود، ظاهراً چیزی که بنده فکر کردم وقتی فیلم سخنرانی بزرگوار شنیدم، ظاهراً این فیلم در حضور همین پیر بزرگوارشون پر شده. حالا در هر صورت فرق نمیکنه. لازمه به یادآوری که ما علمای دیوبند، همه بزرگان ما تصوف را قبول داریم. اما کدوم تصوف؟ تصوف یعنی یکی از طرق تزکیه، نه فرض هست نه واجب. استحباباً در احادیث هم بیعت بر اعمال آمده. در همین حد شخص متدین و دارای صفات بارزی را تابع قرآن و سنت باشه، انسان خود را در امور شخصی و عبادی خود پیشوا و راهنما قرار بده. شخصی که در این راه گامزن است و راههای تصوف و طرق تزکیه را رفته و در این راه شخص بسیار نموداری در جامعه هست. این در نزد ما بیعت تصوف مستحب هست. اما متاسفانه این گروه صیفی در عقاید خودشون و در مسائل فروعی خودشون مشکلات بسیار 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 بزرگی را دارند که متاسفانه بنده اینجا چند مورد را برای شما میگم. این کتابی که در دست بنده هست، هدایت السالکین فی رد المنکرین، این کتاب پیر بزرگوار این بزرگواران هست. در صفحه 367 و 369 نعوذ بالله، شما که آمده از علمای دیوبند استدلال میکنی، همین پیر شماست. همه دیوبندیان و همه جماعت تبلیغ را نعوذ بالله کافر گفته. این چطور ترتیب و چطور تصوف و چطور عقیده ای هست؟ و کتابای دیگر اینجا در دست من هست، سعادت در سایه عرفان، معمولات صیفیه، تحفة العباد و دیگر کتاب هایی که این بزرگواران نوشتن. یکی از عقاید اینها که اینجا در صفحه 14 تطهیر الصیفیه عن تلبیس جماعت تبلیغیه نوشتن، اینا نعوذ بالله قائل بر این هستند که علم غیب، ما دو تا علم غیب داریم. همینا میگن که علم غیب ذاتی مال خدا و علم غیب عطایی مال اولیاء کرام و پیامبران. نعوذ بالله. من به شما صاف صاف اعلام میکنم که اگر شما توانستید
مطلبی را در کتاب‌های اهل سنت والجماعت به نام علم غیب عطایی در کتاب‌های عقاید ما پیدا کردین، خواهش میکنم که این را حتما شما به ما اعلام بکنید. دیگر اینکه این بزرگواران تزکیه فرض است، در فرض بودن تزکیه کسی شک نداره، اما متاسفانه تصوف را هم فرض میدانند، گویا که تنها راه تزکیه همین تصوفی هستش که بیعت در آن مستحبه. طرق تزکیه مختلفه و نمیشه گفت که یکی از همین راه ها فرض یا واجبه. بله، تصوف یکی از طرق تزکیه است، اما گمراهی هایی که در راه تصوف بوده بیشتر از راه های دیگر بوده. یعنی خود تصوف یکی از طرق تزکیه است، اما گمراهی هایی که در امت اسلام به نام تصوف آمده خیلی خیلی بالاتر از هدایت های او بوده. همینطور که امام ربانی رحمه الله در مکتوبات خودشون مکتوب 220 صفحه 431 جلد یکشون میفرمایند که از والد بزرگم شنیدم که رحمه الله میفرمودند اکثر از گروه های 72 ملت که به ضلالت رفته‌اند و راه راست را گم کردند منشأ آن دخول در طریق صوفی است. همین داخل شدن در طریق صوفیه که خلاف قرآن و سنت باشه، همین اکثر گروه های 72 ملت که گمراه شدن میفرمایند که در علت همین وارد شدن به همین طریق صوفی است که کار را به انجام نرسانیده، غلط ها کردند و به ضلالت رفتند. این گفتاری است که امام ربانی رحمه الله در این مکتوب میفرمایند. تزکیه را ما منکر نیستیم، اما متاسفانه خرابی هایی که در امت اسلام به وسیله این گروه و به این نام جلو آمده خیلی بالاتر و بیشتر از هدایت های این گروه این نام بوده. به فضل الله متعال به تازگی در 31 اردیبهشت همین سال با این بزرگواران سیفیه ما مناظره داشتیم. الحمدلله فیلم برداری شد و این گروه متاسفانه یا خوشبختانه چی بگم، این گروه در منطقه ما هم وجود دارن و از خصایص اصلی این گروه، یعنی که از خصیصهای اصلی و از یکی از اعتقادها و پایه های اولیه این گروه سیفیه همین هست که انسان باید دشمن جماعت تبلیغ باشه. یعنی کسی قراره به گروه سیفی داخل بشه، اول باید جماعت تبلیغ را رد بکنه، بعد بیانو در طرق صوفی سیفی چرا بشه داخل بشه. چرا علیه جماعت تبلیغ جبهه‌گیری کردن و از اون ور اسم علمای دیوبند را علل اعلان آشکارا نمیگیرن، اگرچه پیرشون نوشته که نعوذ بالله تمام علمای دیوبند کافرن. شما که پیرتون علمای دیوبند را کافر میگن، چطور آمده از کتاب‌های علمای دیوبند برای اثبات عقاید از خلیل احمد سامپوری رحمت الله علیه، از کتاب المهند المفند یا از فتاوای فریدیه مال علمای دارالعلوم حقانیه شما اسم میبرید؟ شما که اینا را قبول ندارید و آمدن از این استدلال کردن، این اصلا در شأن شما نیست. بله، همین داشتم میگفتم که چطور، چون که علمای دیوبند در کل جهان شناخته شده هستند و جماعت تبلیغ چون بر اساس مبنای خودشون با مسائل اختلافی کاری ندارن و کسی هم به اینا چیزی بگه اینا حتی امکان هیچ چیزی به اینا نمیگن، اینا انگشت گذاشتن رو جماعت تبلیغ، یعنی در حقیقت دشمنی اینها با علمای دیوبند هست که اون به نام جماعت تبلیغ و در لباس جماعت تبلیغ علیه این جماعت تبلیغ چیکار میکنن؟ تبلیغ میکنن. چنانکه اینجا مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در مکتوباتشون 3 جلد بود، جلد 4 تازه چاپ شده، دوستانی که میخوان ببینن میتونن ببینن. مکتوب 867 و مکتوب 905 هم در مورد سیفیه و گروه سیفیه سوال شده و همینطور در مکتوب 917 نیز شخصی در مورد سلسله سیفیه و مخالفت اینا با جماعت تبلیغی چیزهایی را میپرسه. مولانا رحمه الله در همین مکتوب 917 میفرمایند که علت مخالفتشان با جماعت تبلیغی، یعنی همین علت مخالفت علمای سیفیه و گروه سیفیه با جماعت تبلیغ چیه؟ اینا چه پدرکشتگی با اینا دارن؟ میفرمایند که علت مخالفتشان با جماعت تبلیغی این است که ایشان اهل بدعت و مبتدعن و اهل تبلیغ برعکس آنها موحد کاملن. کار همینها، یعنی کار همین گروه سیفیه، از نظر حدیث و علمای ربانی درست نیست.
متبعترین به سنت و درستترین و فعالترین گروه در سراسر دنیا جماعت تبلیغی هست. دشمن و مخالف ایشان، یعنی دشمن و مخالفت گروه جماعت تبلیغی مخالف سنت است. و همینطور در مکتوب 867 شخص طالب العلمی که در گروه سیفیه داخل شده و در همینجا نوشتن که به من هم بعد از 3-4 ماه سند خلافت دادن. در عرض 3 الی 4 ماه سند خلافت در طریق سیفیه چطور میشه؟ صادر میشه. این چیز عادیه. بله بزرگانی بودن که زود مقامات را طی کردن، در هیچ کسی شکی نداره، اما این دیگه علل اعلان آزاد شده، یعنی حتی شده در منطقه ما از همینجا پولی را میفرستن، از همونجا سندش رو چیکار میکنه؟ برمیداره میاره. متاسفانه بله میگه که به من هم بعد از 3-4 ماه سند خلافت دادن. کتابی به من داده شد که عکس های از او، یعنی عکس های از سیف الرحمن صاحب در آن بود و 2 تا به طور مستقیم گرفته شده بود. و همینطور جلوتر توضیح میده که ویرا جادوگر گفته بودن و خلاصه به اصرار مریدان ازشان عکس گرفته بودن. مولانا رحمه الله در این مکتوب 867 در دفتر 4 مکتوبات خودشون میفرمایند که بنده حال این آقا را شنیدم، همین صاحب سیف الرحمن صاحب را، ولی ندیدم. اما از همین چند حرکتش که خودتان بیان میکنید و دیگر مریدانش بیان کردن، نه کسانی بودن که رفتن اونجا با سیف الرحمن صاحب ملاقات کردن و از دستشون سند خلافت گرفتن، حالا آمدن از مولانا محمد عمر رحمت الله علیه میپرسن، میگن که از همین چند حرکتش که خودتان بیان میکنید و دیگر مریدانش بیان کردن، بنده این شخص را قابل پیری و مریدی نمیدانم و از دست چنین افراد بیعت سنت روا نیست. عکس گرفتن به این عمومیت حرام قطعی است. مخالفت جماعت تبلیغی نیز حرام است. نظر احقر این است که این چنین اشخاص مستدرج شعبده باز هستند. بیعت از دست چنین افراد روا نیست. شما میگه اختیار دارید، الان که به مسند خلافت رسیدید، میگه حالا که شما بعد از 4 ماه شما را خلیفه قرار دادن، شاید شیرین باشد و از او دست بر ندارید. اینم فتوای مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه است. حالا در قسمت های دیگه میپردازیم به شبهاتی که این بزرگوار علیه جماعت تبلیغ گفتند و سخنرانی کردند. شبهاتی که برای ایشان و برای امثال ایشان با مطالعه کتاب القول البلیغ فی التحذیر عن جماعت التبلیغ برای این بزرگواران پیش آمده. حالا خواهش من از شما این است که شما دقت کنید، ما با هیچ کسی پدرکشتگی نداریم. ما همه مسلمان، کتاب ما یکی، قرآن رسول ما یکی، قبله ما یکی، مذهب ما یکی، ما با هیچ کسی پدرکشتگی نداریم. اما ما تابع مذهب حنفی هستیم و این بزرگوار که آمده باعث غلط فکری در مورد جماعت تبلیغ شده، ما ببینیم که آیا گفته‌های این بزرگوار بنابر فقه اهل سنت و الجماعت مذهب حنفی درست هست یا اشتباهه. خواهش من از شما همین است، بدون تعصب گوش کنین و نتیجه گیرم با شما. الله تعالی به همه ما توفیق بده. قسمت دیگر با هم دیگر گوش کنیم.